بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس كورت، هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود. و اذا النجوم انکدرت، و هنگامی که ستارگان بینور شوند. و اذا الجبال سیرت، و هنگامی که کوه ها به حرکت درآیند. و اذا العشار عطلت، و هنگامی که ماده شتران باردار رها شوند. و اذا الوحوش حشرت، و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند. و اذا البحار سجرت، و هنگامی که دریاها جوشان و برافروخته شوند. و اذا النفوس زوجت، و هنگامی که روح ها با تنها قرین شوند. و اذا الموءودة سئلت، و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بأي ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته شدند. و اذا الصحف نشرت، و هنگامی که نامه های اعمال گشوده شوند. و اذا السماء کشطت، و هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود. و اذا الجحیم سعرت، و هنگامی که دوزخ افروخته و شعله ور گردد. و اذا الجنة ازلفت، و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود. علمت نفس ما احضرت، در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس، پس سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند. الجوار الکنس، شتابان حرکت می‌کنند و از نظر پنهان می‌شوند. واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس، و سوگند شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت کند. و سوگند به صبح هنگامی که بدمد. انه لقول رسول کریم، بیگمان این قرآن سخن فرستاده بزرگوار جبرئیل است ذی قوة عند ذی العرش مکین، که مقتدر و نیرومند است و نزد الله صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد. مطاع ثم امین، در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است. و ما صاحبكم بمجنون، و ای مردم، همنشین شما محمد صلی الله علیه و سلم دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین، و به راستی او جبرئیل را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین، و او بر آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست. و ما هو بقول شیطان رجیم، و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست. فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین، پس به کجا می روید؟ این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست. لمن شاء منكم ان یستقیم، برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، و شما نمیخواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد.